ما رو سفره صفویه نشستیم. من الانم دارم میگم ما احتیاج به تبلیغ زیادی نداریم. هواپیمایی هما 20 سال پیش به من مراجعه کرد، گفت ما در خارج چطور از ایران تعریف کنیم. گفتم اصلا لازم نیست شما تعریف کنید. شما نوشته های پیترو دلاواله، سفرنامه نویس عرض شود که ایتالیایی، انگلبرت کمفر آلمانی، عرض شود که اون ونیزیایی که به ایران اومدن، 10-20 تا ونیزی اومدن از زمان اوزون حسن. شما میدونید اوزون حسن پادشاه ایرانیه، پادشاه ترکمانه که پایتختش قم بوده، یه پایتختش اصفهان، یه پایتخت قم، و چقدر اینا عاشق این شدن، رفتار این شدن. و بعد نوشتم شما از تاورنیه کمک بگیرید، شما از شاردن کمک بگیرید، شما از آلاریوس آدام کمک بگیرید. ببینید چقدر اینا مهربان بودن. ایرانیا وقتی خارجی میومد استقبال میکردن. عرض شود برادران شلی آدمای جالبی هن. اینا جاسوس نبودن، اینا کاتولیک بودن، در دربار انگلستان مورد قبول نبودن. من الان دارم روی اینا کتاب می‌نویسم. وقتی اومدن ایران گفت هر چه در خاک همسایه به ما بد گذشت، از لحظه‌ای که وارد ایران شدیم مهربانی و دوستی و رفاقت و حتی برای ما غذا می آوردن. گفتن دستور دولت ایران اینه که خارجی هر زمانی به ایران اومد باید مورد پذیرایی واقع بشه. میگه ما چیز عجیبی دیدیم، در 2 جا در ایران غذا مجانی میدادن. یکی مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی که ما فرنگی بودیم، گفتیم آقا ما فرنگی هستیم، ما مسلمان نیستیم. گفت مهمان اگر به ایران برسد رو سر ایرانی است. این در کتاب خودش 3 بار گفت، 3 بار به ما غذا میدادن. ساعت 8 صبح می اومدن صدا میکردن آقا غذاتون آماده است. صبح به ما میگفت کباب میدادن، غذا میدادن. ساعت 12، ساعت 6 بعد از ظهر. ما تعجب کردیم، گفتیم چه خبره، ما فرنگی هستیم. گفت باشید، دستور دولتی که باید خارجی بر این سفره بنشینه.